سلام. امروز اومدم با یه ویدیو که ممکنه سوال خیلیاتون باشه. بعضی وقتا بعضی آدما توی روز تولدشون اصلا احساس خوشحالی نمی‌کنن، برعکس خیلی ناراحتن و دپرس میشن. حالا این میتونه دلیل خاصی داشته باشه یا نه. بله، تمام احساسات ما یک ریشه‌ای دارن. حالا این ریشه میتونه توی عوامل روانشناسی، فرهنگی و حتی ناخودآگاه ما باشه. یکی از دلایلش میتونه فشار انتظارات اجتماعی باشه. ما انتظار داریم که روز تولدمون روز خاصی باشه و جشن گرفته بشه و بقیه توجه کنن به ما. کلاً انتظار روز خوشحالی رو داریم و اگر این انتظارات محقق نشن ما احساس ناامیدی و خمودگی بهمون دست میده. هر چقدر هم که انکار کنیم که این برامون مهم نیست، ممکنه واسه خیلیامون مهم باشه. چون از کودکی به هر حال روز تولد جشن گرفته می شده برامون و روز خاصی بوده و روز خوشحالی بوده. پس این توی ناخودآگاه ما هستش. دلیل بعدی میتونه تأمل بر زمان و پیری باشه. تولدها برای ما یادآور گذر زمانن و نقطه عطفی در زندگی ما که ما میایم خودمون رو بررسی میکنیم نسبت به سالهای گذشته که در روز تولدمون چه آرزوهایی داشتیم، چه انتظارات و اهدافی داشتیم و آیا امسال اونا محقق شدن یا نشدن و توی این زمانی که گذشته ما چه کارایی کردیم واسه خودمون و زندگیمون. حتی ممکنه که به مرگ و پیریمون هم فکر کنیم. کلا این روزیه که خودآگاه یا ناخودآگاه ما میایم خودمون رو ارزیابی میکنیم و پیشرفت‌ها و شکست‌های یک سال گذشته‌مون رو در نظر میگیریم که خود این موضوع باعث استرس و اضطراب میشه و احساس خوشایندی به آدم ممکنه نده. یکی از دلایلش میتونه اضطراب ناخودآگاه و احساس مرگ پذیری باشه. چون در سطح ناخودآگاه ما تولد میتونه یادآور مرگ باشه برای ما. این یه پدیده روانشناسیه که بهش دو قطبی مرگ و زندگی هم میگه. در واقع هر سالی که داره از عمرمون میگذره داریم به مرگ نزدیکتر میشیم و برای برخی از افراد این پیوند ناخودآگاه بین تولد و مرگ میتونه باعث استرس و اضطراب و احساسات ناخوشایند بشه. دلیل بعدی میتونه بازگشت به دوران کودکی باشه. دوران کودکی منظورم صرفاً کودک بودن نیست، میتونه شامل سالهای زیادی از زندگیمون بشه. کلاً منظورم خاطرات گذشته است، تولدهایی که گذشتن. ممکنه که تولدهای ناراحت کننده و ناموفقی رو پشت سر گذاشته باشیم و اون احساسات یادمون بیاد که در واقع ممکنه اون خاطره توی خودآگاه ما ظاهر نشه و توی ناخودآگاه ما باشه فقط، ولی اون احساس نارضایتی و ناراحتی رو به ما منتقل میکنه. در واقع به شکل عاطفی ناخودآگاه ما میاد روی عواطف ما تاثیر میذاره. ممکنه خیلی وقتا تجربه کرده باشید که نمیدونید چرا در لحظه یه حسی دارید و این دلیلش برمیگرده تو ناخودآگاه. ما نمیایم اون خاطره و اون تجربه و حتی اون زمان رو دقیقاً به خاطر بیاریم که چرا ما این حس رو داریم، ولی چون توی ناخودآگاه ما هست فقط حسش به ما منتقل میشه و این اتفاق تو شرایط خیلی متفاوتی ممکنه بیفته. بعدش میتونه فشار برای بودن در بهترین حالت خودمون باشه. بعضی وقتا ما انتظار داریم که توی روز تولدمون در اوج شادی و خوشبختی باشیم. این فشار میتونه برعکس عمل کنه و ما احساس کنیم که اصلا در حالت مطلوبی نیستیم. در نهایت به احساس گناه یا شکست منجر میشه. دلیل بعدی میتونه دشواری در پذیرش توجه باشه. این واسه آدماییه که از تولد گرفتن و جشن گرفتن و حتی تبریک گفتن روز تولدشون بدشون میاد و اصلا دوست ندارن این قضیه رو. حالا ممکنه که بیاید برای این افراد سورپرایزی در نظر بگیرید یا تولد بگیرید. در این مواقع این افراد احساس میکنن که لیاقت مرکز توجه بودن رو ندارن و مضطرب میشن و احساس شرم میکنن. دلیل بعدیش میتونه انتظارات نامناسب باشه. ممکنه که ما انتظار زیاد از حد داشته باشیم از یک سری افراد اطرافمون که حالا برامون هدایایی تهیه کنن و اون هدایا چی باشه، درخور باشه نباشه، و انتظار دریافت پیام‌های تبریک از سوی جامعه گسترده که حالا ممکنه باهاشون کانکشن خاصی هم نداشته باشیم. حالا وقتی که اینا برآورده نشه، خب این انتظارش در ما وجود داره و محقق نشده
طبیعتاً منجر به احساس نارضایتی و ناراحتی میشه و ممکنه که احساس تنهایی به آدم دست بده. نکته دیگه که وجود داره تغییرات شیمیایی مغزه. ممکنه توی روز تولدمون تغییرات هورمونی و شیمیایی توی مغزمون رخ بده که این دامن میزنه به این ناراحتی. در واقع تغییرات در سطح سروتونین و دوپامین در مغز ما در پاسخ به انتظارات و استرس ما میتونن به حالتهای افسردگی و ناراحتی و ناامیدی تبدیل بشن. حالا بعدیش میتونه اضطراب از آینده باشه. به هر حال ما 1 سال از زندگیمون طی شده و 1 سال بزرگتر شدیم. این روز تولد میتونه ما رو وادار کنه که حالا بشینیم به آیندهمون فکر کنیم که قرار با زندگیمون چیکار کنیم و این احساس ناآگاهی و یا نگرانی نسبت به آیندهمون واسمون اضطراب آوره و میتونه حالتهای ناخوشایندی رو واسه ما ایجاد کنه. پس این احساس ناخوشایند و افسردگی در روز تولد ما میتونه حالا دلایلش یکی از این مواردی که گفتم باشه یا اینکه مجموعه چندین عامل باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که منو دنبال میکنید. اگر موضوعی توی ذهنتون هست و یا سوالی دارید که دوست دارید راجعش صحبت کنم برام کامنت کنید و بوسه های فراوان به چشمای زیباتون. خداحافظ.